او در داخل ماشین بود. شاید او از ماشین بیرون جهیده باشد. خدا جان کاش که او جهیده باشد. پایان فرایید. قماندان اینجا پاره های سوخته است. آتش! کرباتک! همه جا را بینید. پاره هایش است قماندان در همه اطراف. کرباتک! قماندان همه جای را خبر نگرفتیم. بعضی جایها رو با پورگی ندیدیم قماندان. شاید گروه های مخصوصی جستجویی رو دعوت کنیم. منطقه ناهموار بود قماندان. یک طرفش جاری بود. شاید با بیرون جهیده باشد. شاید در اونجا پنهان باشد. گوش کنید قماندان. او باید مثل خراباتک حقیقی عمل کرده باشد. شما برادرتان را نجوید. انا او را گیرید. او با قسم ها جدا شده است. در تنش حتی لباس نیست. برادری شما سربازی من می شود. فرزنده می شود. انا وای در درون این خلطه 100 پاره شده است. او را دیدن می خواهید. اگر خواهی او را بین فیضالله. تو چی فاتح؟ او را دیدن می خواهی؟ مجاهد دیدن می خواهی؟ به نزل این را چی طور می گوییم؟